فیلم جدید و غیر قابل باور امریکایی لطیف عزیزی در سینمای امریکا. لطیف عزیزی با هنر موسیقی دوباره روی آورد و در چندین فیلم امریکایی نقش ایفا کرده است. دلیل اینکه لطیف عزیزی چرا در فیلم های امریکایی نقش ایفا می کند چیست؟ لطیف در کجاست؟ مصروف چی کارباری است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی لطیف عزیزی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوز کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. لطیف عزیزی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. لطیف عزیزی از سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد. کارهای هنری لطیف عزیزی موج حمایت را در میان مردم افغانستان به همراه داشت. هرچند وحید زمانه نتوانست رضایت داوران برنامه ستاره افغان را از آن خود کند، ولی توانست در این برنامه رقابتی مقام 4 را از آن خود کند. لطیف عزیزی بعد از ختم برنامه ستاره افغان هم دوباره توانست به کارهای هنر موسیقیش بپردازد. وی اکنون در کشور امریکا زندگی می کند. در آن کشور کاملا هنر موسیقی را ترک کرده است و برای برندهای مختلف مدلینگ می کند. دلیل اینکه لطیف عزیزی چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمی پردازد تا کنون به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. اما تازه تصاویر این دختر خانم هنرمند در میان مردم افغانستان به نشر رسیده است که وی در فیلم‌های امریکایی نقش ایفا کرده است. لطیف عزیزی برای برندهای مختلف مدلینگ می کند و کاملا لباس‌های بدور از فرهنگ افغانی بر تن می کند. ولی هر انسان خودش می داند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این دختر خانم هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیف عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.